وقت شما بخیر. یه روز یه پسر جوونی نزد پدرش میاد و میپرسه بابا، این فقری که توشیم، این بیچارگی که توشیم، آخه تا کی قرار ادامه داشته باشه؟ پدر مکسی میکنه و میگه 40 روز پسرم. پسر با امید میپرسه بعدش دیگه ثروتمند میشیم؟ پدر لبخند تلخی میزنه و میگه نه پسرم، فقط بهش عادت میکنی. بله عزیزانم، این پاسخ یه تلنگر شدید واسه هممونه. تو این داستان خطری بزرگتر از خود فقر وجود داره، اونم عادت کردن بهشه. وقتی که تو زندگیمون به بی‌تفاوتی ها عادت میکنیم، وقتی که به سختی ها و بیچارگی ها عادت میکنیم، وقتی که به انواع فقرها تو زندگیمون عادت میکنیم، از فقر ایمان بگیر تا فقر احساسات و آرامش و شادی، وقتی که تو زندگیمون به فقر روحانی عادت میکنیم، دیگه نمیجنگیم، دیگه دعا نمی کنیم، دیگه رابطه خودمون رو با پدر آسمانی زنده نگه نمی داریم و امید دیگه در وجود ما خاموش میشه. اون موقع تو تاریکی هستیم، یه تاریکی غلیظ. اما خدا ما رو برای عادت کردن به تاریکی نیافریده، بلکه آفریده که به طرف نور حرکت بکنیم. از مسیح در لوقا فصل 4 میشنویم که میگه روح خدا بر منه، برای اینکه منو مس کرده تا به فقیران بشارت بدم، مژده بدم، خبر خوش بدم. این مژده یعنی اینکه عیسی اومد تا زنجیر انواع و اقسام فقرها، مخصوصا فقر روحانی ما رو در هم بشکنه و ما رو به آزادی و برکت برسونه. وقتی که تو ایران بودم یادم میاد یه خانواده مسیحی میشناختم که نو ایمان بودند. از یک طرف فشارهای شدید اقتصادی، از طرف دیگه هم تهدید اطرافیون. پدر خانواده میگفت اولش فکر میکردیم که این سختی ها، این بیچارگی ها موقتیه، ولی دیدیم که کماکان ادامه داره. ما دو راه بیشتر نداشتیم، یا عادت کنیم و تو این راستا ایمانمون تضعیف بشه، یا اینکه با دعا، با داشتن آن رابطه زنده با پدر، رابطمون رو با خدا قوی نگه داریم و امیدمون رو قوی در. اونا راه دوم انتخاب کردن. هر روز تو خونه با هم دعا میکردن. نونشون کم بود ولی همون هم با همسایه‌ای که فقیرتر از خودشون بود تقسیم میکردن. میدونید نتیجهش چه شد؟ همسایه‌شون وقتی که محبت و صبر اونها رو دید، مشتاق شد که انجیل رو بشنوه و امروز اون شخص یک خادم عالی هست، یک خادم تاثیرگذار. امروز میخوام چی بهتون بگم؟ اینو: حتی اگه شرایط تغییر نکرده، ما باز میتونیم تغییر کنیم. میتونیم به جای عادت کردن به هر چه که توشیم، ایمان خودمون رو به طرف نور به حرکت در بیاریم. عزیزان، وقتی که تو سختی ها به خدا تکیه میکنیم، دیگرون هم نور او رو در ما میبینند. امیدمون رو به خدا زنده نگه داریم، چون او قادر تو یه لحظه اون چه که سالها بسته بوده واسمون باز کنه. همونطور که قوم اسرائیل در بیابان نمی بایست به موندن در بیابان عادت می کرد، ما هم نباید به بیابانهای زندگیمون عادت کنیم. به جای پذیرفتن تمامی این بدبختی ها و سختی ها، باید در ایمانمون بایستیم و حرکت کردن رو یاد بگیریم.
خدا ما رو برای آزادی و برکت آفریده، نه برای ماندن در قفس عادت. به دیسیپلین فیض ادامه بدید.